روز میگویند گویا که ما گفته باشیم که در نکاح در پشت همون شه سوزن زدن من کردم، یا با همون طفلی هایی که شه بچه ها می روند در خانه می نشینند من کرده باشم، از جمهوری کدام را در تشویش آورده باشد. من گفتم و میگویم و خوب کردم گفتم. این نادرست است. جوانای عزیز، هیچگاه نگذارین که در پشت شما سوزن زنند در روز نکاح. این خرافات است، این بدعت است، این از اسلام نیست. در نکاح شما البته خلل میرساند، ممکن نیست. یا با طفلی بالای کرپچه رفتن نشستن، این چی معنی دارد؟ اینم از خرافات است. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را توصیه میدهد. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. ممکن نیست. هیچگاه راه نتین. اگر خواهین که گناهگار نشوین، خواهین که همین نکاح شما صاف و مجلا باشد، از این خرافات ها دور باشید. انشاءالله شما آینده دارین، شما با زنگیری ها دارین. بهترین حالت ها را در همون شب نکاح برپا کنین. اونجا یک داملای را برین که وای همین سخن حقیقت اسلام در بین همون شه و در بین عروس و در بین مادر و پدر او سخن گوید. شما کار کنین. جوانها امروز دادن پولی که در دخترها میدهند را منع کنید. همه اینا اسراف هستند. همه اینا از دولت ما کم کردن است. میگوید یک نفر دیگر که برای چی کسانی که از روسیه میآیند تو من میکنی که اونها خیر نکنند؟ اگر تو ذره انصاف داشته باشی، همون شخصی که از روسیه میآید حال امر پرس بیچاره را، همش کسلی هستند، همش حالت بد دارند. با از کدام همون بیرحمی رفیقش پول گرفته است با پرسنت، هل همون بگیم پرسنت همون را کنده میتواند خلاص و پول ندارد بیچاره. وای روسیه از خوشی و خرسندی تماشا نرفته است، وای برای نمی تنگی زندگیش رفته است، وای برای شکم ما و شما را سیر کردن نرفته است، وای فرزندکای زیاد دارد. چرا خدا وای میبخشد، پیغمبر میبخشد، شما بیرحمان میبخشید؟ پیغمبر خدا میگه ابدا بنفسک فتصدق علی. ای امتی من، تو اگر جوان مرد باشی به گپ هر آدم توجه ندی، بلکه پول یافتی اول نفس خودت سیر کن، خودت سیر کن. فتصدق علیها، بر نفس خودت لباست خوب کن، شکمت سیر کن. فاین فضول شیء فلاهلک. خودت سیر کردی، لباست بود چید، شکمت سیر کرد، بهترین نعمتهای خدا را خوردی، گذر در فرزندها، زن و فرزند تسیر کن. فاین فضول عن اهلک شیء. اگر ما بودایی که فرزندها سیر کرد، زنت سیر کرد، خودت سیر کردی، این حالت چیکار کن؟ این حالت فها کذا و ها کذا، بعد برا مردم ده خیر احسان کردن بگیر. این بیچاره خودش گرسنه است، این بیچاره دادری بیزن دارد، خواهری بیشوهر دارد، پدری موی سفیدی بیمار دارد، مادری بیمار دارد. اونها را تأمین کند یا شکم ما و شما را سیر کند؟ چند سو میارد؟
ما من کردیم. نکنید جوانای عزیز، اینا سیر نمیکنن. آوردیم پول ذخیره کنین برای روزهای خودت تبابت کن. خودش بیچاره همه شیش کسل می آین. خودت تبابت کن. نفقه پدر مادر دا برسان. دادری بیزن تا زن بده اگر مبلغت برسد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکی حاجی میرزا، خدا علم شما را زیاد و زبان شما را باز هم براتر بگرداند. چخیلی که شاعر فرموده است وقتی آن است ای سخن برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای قلم غورنده تر گردی ز برق. از من یک سوال، صورتگیری یا اینکه شاعری، رسم کشی، صورت گرفتن همان شخص آیا درست است یا نه؟ چخیلی که شاعر فرموده است صورنگار حدیثم ولی در آن صورت کی جان در آن صورت نتوانم نهاد ننگارم. یعنی صورتگیری، صورتکشی، شاعری میگذاریم اول از سوال اول. شاعری این غلط نیست. شاعری اگر با شرطی که در شعرهاش سخنهای بیهوده و سخنهای دروغ وجود نداشته باشد، شاعری با طریق اولا جایز است. حتی رسول اکرم هم شعر خواندگی هستند. در جنگ خندق شعرهای باشد که معنی داشته باشند، شعرهای باشد که شعرهای تعلیمی باشد، شعرهای از آداب خالی نباشد. اگر شعرهای فحش فاحشه باشد، شعرهای دروغ باشد، وی گناهگار می شود. که امروز بسیار از این گونه شعرهایی که با طریق فحش فاحشگی نویسانده می شود برای خنداندن مردم. و صورتگیری ضرورت باشد درست است، بی ضرورتش گناه است. چگونه ای که این شاعری که در آخر این برادر نویسانده است، این حدیث پیغمبر است که هر کسی که اگر صورت میگیرد به عذر، روز قیامت خداوند بر همین صورتگیر امر میکند که در همین صورتی که گرفتی جان درار، جان درار در این. آیا انسان میتواند که جان درارد در یک بدن یک شخص دیگر؟ نمیتواند. از این خاطر ضرورت باشد یعنی صورتهایی که ما و شما میگیریم برای شهادت نامه ها، برای پاسپورت ها و برای دیگر یعنی ضرورت زیاد است در صورت گرفتن. اینها باکی ندارند. لیکن اگر بیهوده کردیم از آن خاطر ما و شما گناهگار میشیم که در اسراف را میدهیم. اسراف میشود. اسراف در اسلام حرام است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوالی من با پررگی جواب گوید. اگر در روزی زاد روزت توی خانه‌دار شوی کنی آیا ممکن است یا نه؟ بعضیا میگویند درست است، بعضیا میگویند نادرست است. البته درست است. یعنی اگر در روزی زاد روزم که اگر کدام جوان پسر است، جوان دختر است، اگر توی هم که کند جایز است. فقط توی باشد که خالی از اسراف باشد، خالی از منکرات شرعی باشد. در این حالت چی می شود؟ البته درست می شود. چگونه ای که در باب اسراف ها ما خیلی صحبت های زیاد با شما کردگی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، سلام بر شما دوستدار امت مصطفی محترم حاجی میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من جواب دهید. بگویید که برای چی در دین اسلام 4 مذهب است و برای چی ما محض در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم؟ این 4 مذهب از یکدیگر چی فرق دارند و مذهب شیعه چگونه مذهب است؟ و باز التماس میکنم بگویید که علم لدونی چگونه علم است؟ علم لدونی علمی هست که ما و شما وقتی دعا میکنیم خداوند بر این
بنده خود علم لدون نصیب بگردان، این علم خداداد میگویند. در تفسیر در معنای علم لدونی میاد که علمی که به استاد خدا بر تو یکی نصیب میکند. یک علم غیبی را علم لدونی میگویند. و چرا در اسلام 4 مذهب است و چرا ما مردم تاجیکستان در مذهب امام اعظم یعنی ابو حنیفه هستیم سوال کردن. من این جواب یعنی به شما حواله میکنم که اگر من در باب فضیلت‌های امام اعظم 3 جمعه صحبت داشتم، میتوانی که با همون نوارها با همون کسیتها مراجعت کنی، انشاءالله میفهمی که چرا 4 مذهب در اسلام پیدا شد، سببش در چیز از اونها تو برخوردار میشوی. و چرا مردم تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه هستند، این سوال باید که ما و شما از کیها پرسیم، عدد ندارند. افغانستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام اعظم اختیار کردند؟ هندوستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام ابو حنیفه را اختیار کردند؟ مصر، سوریه، ترکیه، ترکستان شرقی، عراق، همه این دولت‌های هستند که همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. اونها را پرسیم برای چی مذهب ابو حنیفه را اختیار کردیم؟ جوابش به همه انسان معلوم است، زیرا وی رئیس مذهب هاست. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله البته در بین امام ها فرق کننده بود، علم زیاد داشتند. چرا امروز در اطراف همان داملاهای ما و شما جمع میشویم که آنها علم دارند؟ ببینید هست انسانهایی که علم ندارند، کسی از پس اونها نمی رود، کسی با اونها گوش هم نمی کند. از این معلوم میشید است که امام اعظم یعنی خیلی برتری داشته است که امروز اکثر دنیا پیرو مذهب امام اعظم هستند. و باید که امروز مردم تاجیکستان ما از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. باید که امروز ضرور است. جوانای عزیز باز مراجعت میکنم، من جمعه پیشین گفته بودم، باز میگویم، از همین مذهب بیرون نشویم. بهترین مذهب است، بهترین روش است و امروز به نهایت برای آرامی تاجیکستان به نهایت مساعدت میکند. هیچ فتنه دیگر نمیخیزد. کسی که امروز طرفدار آرامی تاجیکستان است، کسی که امروز طرفدار نمی کشاده بودن مسجد هاست، کشاده بودن مدرسه هاست، باید که از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. فریفته این بعض گروه هایی که برآمدن فریفته اینها نشوید. گذارین اونها کدام راهی که رفتن گیرن، شما پیرو اونها نشوید. فقط و فقط کوشش کنین از مذهب همین امام اعظم بیرون نشوید. ان شاء الله به نهایت نیکبختی های زیاد برای شما پیدا میکند. چقدر عالم ها، چقدر مفسر ها پیرو مذهب امام اعظم هستند. و شیعه چگونه مذهب است؟ این شیعه مذهبم نیست، این یک رویه خیلی غلط و خطایی هست. اگرچند که امروز مبلغای شیعه وجود دارد که مردم میخواهند شیعه کنند، خدا از این پناه طلب کردن در کار. در مذهب امام شافعی بودن غلط نیست، در مذهب امام احمد حنبل بودن غلط نیست، در مذهب امام مالک بودن غلط نیست، لیکن شیعه بودن بالکل غلط است. بسیار راهی خطر است. این راه را برای خودتان اختیار نکنید. بسیار راهی وزنین است. ما از زبان اونها چنان سخنهای شنیدگی هستیم که باور کنین اگر من در بین شما اعلان کنم همه شما با اونها لعنت میفرستید. بسیار سخنهای قبیح میگویند، بسیار دشنامهای بی‌نهایت بیجا میدهند. از این خاطر هیچگاه شیعه را به زبانتان نرانید، پناه به سوی خدا از این رویه کنید. داملای عزیز حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گردونید. مرغ مرجان یعنی ایندوک حلال است یا نه؟ حلال است. من یک بار دیگر گفته بودم، یگان دو دیلگی نکنین، این حلال کرده خداوند است. دوم میپرسم که درباره قبیله ایشانها چیزی میگفتید، یعنی ایشانها کیا هستند؟ اینجا در این باب 2 سوال آمده است.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما به یک خانه بیرون از شهر خواستگاری رفتیم. یک جوان خواستگاری رفته است برای زن گرفتن. از ما پدر دختر پرسید ایشان یعنی سعید زاده هستین یا نه؟ ما گفتیم که نه. گفت در ما درست نیست که ما غیر ایشان ها را دختر دهیم. من گفتم آخر ما نیز مسلمانیم. او گفت که در کتاب مختصر گفته شده است که درست نیست. داملا آیا این حقیقت دارد یا نه؟ من بر شما اخلاص زیاد دارم و دائم در حقتان دعای خیر میکنم. و من چی توصیه میدید؟ خدا حافظ. امروز در تاجیکستان ما خیلی شخصان برجسته به نام ایشانها مشهور هستند، معروف هستند و در همین مردم ما و شما هم ایشانها یک قبیله هست که ما و شما احترامشان میکنیم. یعنی مقصد از این ایشانها و سیدزاده ها اینا کسانی هستند که میگویند ما از اولاد پیغمبر هستیم. یعنی همون شاخه هایی که آمدگی یعنی امروز همین ایشانها و سیدزاده هایی که هستند اینها از قبیله های پیغمبر منصوب میشوند. یعنی اینها همین است، دلیل اونها همین است، فتوای اونها که ما از قبیله های پیغمبر هستیم. از این خاطر مادامی که قبیله پیغمبر که باشد ما اونها را احترام میکنیم، ما اونها را عزت میکنیم همچون ایشان گفته. لیکن وقتی که این دختردار مراجعت میکند که در مختصر صاحب مختصر گفته باشد که دختری ایشان بغیر ایشان کسی گرفتنش نادرست است، وای غلط میگوید. در مختصر در باب ایشان گپی نمیرود، بلکه در مختصر میرود که و فی الاسلام عجما و فی العجم اسلاما. عباره مختصر میگوید که بعض عرب ها از برای بعضیشان کوف هستند، یعنی برابر هستند. قریشی ها یعنی قبیله پیغمبر با بعض قبیله ها برابر هستند، یعنی میتونن که دختر دهند. لیکن در مردم عجم، در مردم ما غیر عرب ها اسلام شرط است. اسلام داشتن، مسلمان بودن شرط است، ایشان بودن نه. اون کسی میگوید که ما ایشان هستیم و ما عرب هستیم و شما تاجیک هستین، این بی نهایت غلطی کلام میکند و یک جدایی انداختن است. این یک محله گرایی میشود. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید بیا ای بی ادب خود را ادب کن، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. بیا ای بی ادب، ای شانی بی ادب، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. مسلمان زاده هستی، نسب تا ترک کن. من فلانی هستم، من بچه فلانی هستم، اینها را ترک کن. میگوید برنگ احمر و رگ و خون و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت میگوید اگر با همین رنگ احمر، یعنی عرب ها را سرخرو میگویند، اگر عرب ها با قبیله عرب بودنشان، با سرخرو بودنشان، اگر خودشان به شما فضل دادن، ترکشان کنید که اونها برای شما لازم نیستند. در اسلام نسب داشتن این اعتبار نیست. خدا در قرآن میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بین خداوند با همه قبیله ها مراجعت میکند، چی تاجیک باشد، چی ترک باشد، چی تاتار باشد، چی روس باشد، چی امریکایی باشد، کسی نباشد. میگوید از بین همه شما در بین من مکرمترین شما، با عزتترین شما کسی هست که از خدا میترسد. کسی از خدا میترسد وای در نزد پروردگار قدر و درجات خاصه ای دارد. ایشان بدن این مقصد اون نیست که درجه او از ما و شما بلند باشد، بلکه در نزد خدا درجه از همه بلند کی داشته است؟ کسی که از خدا میترسد. بروز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار گوش اندازید به سوی فاطمه ای امت الله
بترس از قهر حق، گو ذکر آگاه. فاطمه که دختری محبوب ترین دختری رسول اکرم است، پیغمبر به او چی میگوید؟ این اشانها که چند قدر دورن از پیغمبر، این فاطمه چند تا نزدیک است. میگوید که ای فاطمه بترس از قهر حق و ذکر آگاه، از خدا بترس. مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کار دشوار. تو به من هیچگاه تکیه نکن که من دختر پیغمبر هستم، زیرا که محشر، زیرا که قیامت چه میدان دهشتناکی هست که قرب حق به موقوف عمل هاست، وگرنه در راه طاعت خلل هاست. عمل تا زیاد کن ای فاطمه. منازی که پیامبر زاده ام من، میان بندگان آزاده ام من. نناز میگوید که من دختری پیغمبر هستم، در بین تمام مردم فرق کننده هستم. نناز میگوید با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه از نسلت نمی پرسند، از اولادت نمی پرسند، از عملت می پرسند. چه عمل داشتی؟ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب. پیغمبر میگوید همه شما ای مردم فرزند حضرت آدم هستین و آدم خدا از خاک آفرید. یک حدیث من برای شما میخوانم، این بینهایت الک جدا کننده است. کنی کی در نزد پروردگار قدر دارد؟ پیغمبر خدا میگوید یا ایها الناس. این حدیث پیغمبر در بالای اشتر در شهر مدینه خواندن، خطاب کردن، خطبه خواندن. ای مردم، چی گفتن در مردم؟ ان ربکم واحد، خدای شما یکه هست. و ان آباکم واحد، پدرهای شما هم یک پدر است. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. پیغمبر گفتن نیست فضل بین عرب و بین غیر عرب، نیست فضل. نیست فضل بین غیر عرب و با عرب. نیست فرق بین سیاه پوست و سرخ پوست. پیغمبر میگوید ولا لاحمر لاسود ولی اسود لاحمر. سیاه پوست و سرخ پوست گفتگی در اسلام نیست. گفت پیغمبر الا بالتقوا، مگر که در نزد خدای خود شما با عزت میشوید وقتی که از خدا بترسید. چی سرخ رو باشید، چی سیاه رو باشید، چی ایشان باشید، چی غیر ایشان باشید، فقط با خدا ترسیدن فرق میکنید. رسول اکرم در آخر چی گفتن؟ الا هل بلغتو؟ گو همه شنیدید که فقط فرق کننده در نزد خدا به ترس خدا می شود. قالوا نعم، بله گفتم پیغمبری خدا همه من شنیدیم. حال فلیبلغ شاهد الغایب. پیغمبر گفتن مادامی که شنیده باشین، کسانی که در این مجلس نبودن به اونها هم رسانین. یعنی باید که بین ایشانها و بین غیر ایشانها باید که تکبری وجود نداشته باشد، جدا کردن وجود نداشته باشد. و ای گفته است که ما دختر میگیریم لکن دختر نمیدهیم. این فضل بین، دختری ما را میگرفته است لکن دختر ما را نمیداده است. آیا این جدا کردن نیست؟ اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. خبر میده اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ای انسان کسی نباشی، تو از راه بول شدی. میگوید امروز این جدا کردن چی کارش میکنی؟ تو این کبر و منی ها چی کنی؟ این کبر و این منی های تو چی در کار است؟ باید که ما و شما جدا نکنیم. در ملک ما و شما فقط اسلام داشتن شرط است. ایشان است غیر ایشان است، اما در نزد خدا برابر است، مگر که با عزت ترین ما فقط کسی که از خدا میترسد. انا همون با عزت ترین انسان در نزد خدا به حساب میرود.
این جوانی که اگر همچنان اگر خانه رفته باشد که این خیل گفته باشد هم خانه رو ترکش کن، رو دختر دیگر کسا بگیر. السلام علیکم ای دوستی خدا حاجی میرزا. من یک جوان عاشق مدرسه محمدی شما که از شهر دوشنبه از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. من یک اپه بی نماز دارم. روز جنجال خوردم با این اپم. بعد من به کار رفتم. از کار گشته به خانه آمدم که مادرم با من یگان گپ ناپرسیده جنگ و جنجال برداشت و به سوی من گشته گفت که آقت کردم، برآمده رو از خانه من. بعد به همین سخن سخت مادرم من خودم را خواستم که به قتل رسانم. در حالت با قتل رساندن اسلام و سخنان سخت تأثیر شما نگذاشت که من خودم را به قتل رسانم. آیا من چیکار کنم؟ آیا من با همین سخن سخت مادرم آق کرده و دوزخی شدم؟ من چیکار کنم؟ به خانه برگردم یا نه؟ التماس جواب دهید. من جوان نمازخوان 5 وقته هستم و با روزه. خدا مددگارتان باشد. البته من اول میگویم که با کسانی که بی نماز هستند شما باید که یک معامله کنین که اونها را به سوی نماز جلب کرده توانید. اونها قطع درشتانه شما صحبت نکنید. طرز تبلیغ، طرز دعوت این نیست که ما بی نماز از معرکه خود بیرون کنیم یا بی نماز تماما انسان نشماریم. این گونه باید معامله نکنیم. بی نماز است باید توصیه دادن در کار، باید نصیحت کردن در کار، راههای خوب به او نشان دادن در کار، پیش یک عالم برینش تا که دل وی ملایم کند. با این گپ‌های سخن سخت و قبیح عاقبت کار البته با این انجام می‌یابد. لیکن بسیار غلط است که مادر و پدر در اندک کار فرزندها را عاق میکنند. بسیار غلطی کلان است. در اسلام عاق وجود ندارد. عاق نکنید، زیرا که بین سبب یک عاق شدن او اگر بعضی همین موعظه های ما و شما نمیشد، این جوان تیار بود است که خودش به قتل رساند. برای چی؟ برای که مادرم که عاقم کرد تمام من دیگر روی جنت نمیبینم. این گونه اعتقادی پر تأثیر در وجود این جوان وجود داشته است. برای همین باید این مادر هر دو فرزندها را میشیناند، با اینها نصیحت میکرد، با این دختر بی نمازش تاکید میکرد که دخترم خیلی با نماز شو، از گپی دادرت ملال نشو، و دادرش هم نصیحت میکرد که با طرف اپای خود این گونه معامله نکن. گفته این باید که استفاده میبرد، نه اینکه در حال به اندک کار. بسیار از در اینجا خطا میآید که مرا پدرم عاق کرد، مادرم عاق کرد. سببش میبینی یک سبب نه چیزی هست. این جوان البته عاق نشده است. این جوان اگرچه حکم خدا را بر اپای خود رسانیده است و شاید این مادر سراسیمگی کرده است، شاید در مادر سخن نادرست رسانیده باشند و این مادر تا حد آمده است که این فرزند عاق کرده است. این فرزند میتواند که باز نزد مادرش رود، خانه رود و عاق شده نیست. از مادر خود عذرخواهی کن، مادر تو را بخشد، در حق دعای نیک کند. ان شاء الله وای اونها یک کان رحم هستند و اینها دائم دلسوز هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان جمیع آن بندگانی که به ما سوال ارسال کردند و امروز سبب شنیدن چندین نفرهای دیگر شد، خداوندا این سوال دهنده ها را عمر دراز و تنی صحت و از کل آفتا خدا نگهشان بداری. و تمام این بندگانی که در اطراف خانه تو جمع شدند، خدایا هر مراد و مطلوبی که دارند مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان و اهل جمعیت ما را عمر دراز نصیب بگردان و از جمیع فتنه ها و تهمت ها و از جمیع گزندها خدا در حفظ امان نگهشان بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا ان شاء الله الحال میخوانیم. چند نفرهای هستند که خیر احسان ها کردند. محترم حاجی میرزا با سببی که در خانه امان